بسیاری از ساکنان تاجیکستان با هر راه و واسطه تلاش دارند به روسیه برای کار سفر کنند. برای خریداری کردن بلیط‌های گران برخی ها حتی قرض می‌گیرند. میگویند اگر وضعیت اندک دیگر به همین شکل ادامه کند آنها توان خورانیدن عائله‌های خود را نخواهند داشت. خام چند قد پول ذخیره داشتیم و خوردیم یه سال داخلی دیگه قرض کردیم. 6,000 سوم قرضدار شدیم. در یک خونه 6 عائله زندگی میکنیم. هممون رسیان بدیم. اوزی ویخده نیست که در همون خونه روزمانه ببریم اخی. یه سال زندگی باید زوری گذشته باید زوری این روز هست پگا نیست. همین روز کار روز میخریم. پگا کنیم پگا نمیخریم. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه از کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع از جمله تاجیکستان طلب کرد شهروندان خود را که در این کشور غیر قانونی به سر میبرند از روسیه بیرون کشند. به اطلاع این نهاد حدود 4/1 همه خارجی هایی که در روسیه غیر قانونی بود و باش دارند محض شهروندان تاجیکستانند. اما در تاجیکستان مقامات حیرانند که وزارت کارهای داخلی روسیه رقم 247,000 نفر را از کجا پیدا کردند. به گفته رحمان الماسف کارشناس در امور مهاجرت اگر شماره مهاجران کاری که غیر قانونی در روسیه به سر میبرند به این حد بزرگ می بود آنها نمی توانستند جای کار پیدا کنند. امکان ندارد که حالا در روسیه 247,000 شهروند تاجیکستان غیر قانونی قرار داشته باشند. این کاملا غیر امکان است. ثبت نام محل زیست کار کرده باشند. آنجا به سند ثبت اقامت به یگان کارگاه راه نمیدهند. کاردهنده هم به این هوسمند نیست چون که نمیخواهد برای یک کارگر غیر قانونی 800,000 روبل جریمه دهد مگر اینکه در جنگل کار کند. با این وجود رحمان الماسف به این نظر است که تاجیکستان برای بازگردانی مهاجرانی که غیر قانونی در روسیه به سر میبرند ناوابسته به آنکه آنها چقدرند باید تلاش کنند. تحلیل نشان می‌دهد که روسیه به یک کشوری وابسته از مهاجران تبدیل یافته است چون که بدون مهاجران کاری پیش بردن نمی‌توانند. نظرسنجی که از سوی پژوهشگاه بانک ملی تاجیکستان سال 2019 انجام داده بود نشان داد که حدود 70% عائله‌ها در تاجیکستان از حساب پول‌های انتقالی مهاجران کاری درآمد می‌گیرند.